ساعت 3 شب 12 ایون سال 2023 در نزد مغازه منیتکا در کوچه باردن در محله یوگا زاپادیو جنوب و غرب شهر اکاترینبورگ بین شهروندان تاجیکستان برای پول قرض زن و زنی گروهی یا به قول رزبور کلان شده است. متاسفانه در جریان این رزبور 2 تاجیک کشته و 2 تاجیک دیگر زخمی شدند. لحظه فرار اشتراکچیان زن و زنی را ویدیو کامراهای یک مغازه ثبت کردند. کارمندان مغازه ثبت را به پلیس دادند و حال مفتشان بر اساس همین ثبت اشتراکچیان زن و زنی را معاین کرده ایستادند. یگان 5 مرد فریاد کشیده یک مرد را لطوکوب داشتند. بعد چندی آنها از آنجا فرار کردند و در جای حادثه در پهلوی مغازه تنها یک جسد ماند. او را کورد زده بودند. جسد دوم را در آن طرف راه در درون حویلی پیدا کردند. نقل کرده است به سامانه محلی یک رو یکی از شاهدان حادثه. سخنگوی پلیس ولایت سوردلوفسک والری گاریلیخ هلاکت 2 نفر را تصدیق کرد و گفت مفتشان علیه شخصیت هر دو را معاین کردند. سال تولد یکی از آنها 1985 و دومی 2002 می باشد گفته است والری گاریلیخ. او درباره شخصیت کشته شده ها معلومات دیگر نداده است، ولی فاروق میرزایف رهبر جمعیت تاجیکان منطقه اورال به این یک رو خبر داد که هر دو کشته شده شهروندان تاجیکستانند. به گفته او آنها در یک ساختمان کار میکردند. فاروق میرزایف گفت هر دو طرف مناقشه شب 12 ایون مهاجران تاجیک بوده. این مناقشه از آن سر زده است که یک تاجیک از یک تاجیک دیگر قرضدار شده است. در این زمینه بین هر دو مناقشه سر زده است و آن شب ناس هر دو طرف با آدمای خود بر از بار آمدند. اینجا یگان مناقشه بین قوم ها نه بلکه رزبار صوف تاجیکی بود. آمدند که پول خود را پس بگیرند. اولا بحث لفظی کردند و در نهایت کار به کارکشی رسیده است و 2 نفر کشته شدند. اما یگان پول قیمت عمر انسان را ندارد. ما با مقامات تفتیشات همکاری داریم و تمام یاری را برای تفتیش این قضیه میرسانیم. مقامات خوب و زود کار کردند. بنا به معلومات ما گناهکاران را در حدود قزاقستان دستگیر کردند. آنها بلافاصله بعد از آن زن و زنی میخواستند فرار کنند. نقل کرده است فاروق میرزایف رهبر جمعیت تاجیکان اورال همچنین خبر داده است که در بین حملگران ورزشگر شناخته جنگ‌های بدون قاعده یا MMA سوراب دولتوف هم بود. دولتوف که در اکاترینبورگ مشق هنرنمایی میکرد بنا به اطلاع نشریه یک رو علیه بازداشت شده است. در کمیته تفتیشات خبر بازداشت این ورزشگر را تصدیق یا رد نکردند، ولی گفتند تفتیش پرونده را رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین تحت نظارت خود گرفته است. مقامات تفتیشاتی گفتند 2 جبر دیده دیگر حالا در بیمارستان قرار دارند. در رابطه با این حادثه از جانب شعبه تفتیشات نویه لنین شهر اکاترینبورگ با اتهام کشتار 2 نفر پرونده جنایتی گشوده شده است. خبر داده سیاور رئیس ریاست تفتیشات ولایت سوردلوفسک ماکسیم چالکوف. قسم دوم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه همچون جزا برای کشتار 2 نفر از 8 تا 20 سال زندان یا حبس عمرباد را پیش بینی میکند.